دنیا به مثال کوزه‌ای پردرد است. یک لحظه عمر خوش است، باقی سرد است. هر کس که از آن کوزه به خود نوش نکرد، او زن و جهان در آخرت نامرد است. در حدیث پیامبر خدا درود بر او فرموده است: بدانید دنیا منزلی است که جز با زهد و پارسایی نمیتوان از آتشش سالم ماند و هرچی طومه آن شود از آن نجات نمییابد. یکی در راه عشق، دیگری در راه نفس بسیمین باشد خود را فدای دوست میسازد. آیا ممکن است که برای دوستی خویش که حتی یک ذره خدمتی تو را قدر نمی سازد و از احوال دلی سوخته ای تو خبری هم ندارد جان را فدا کرد؟ و قبلگاه خود را که تمامی هستی و امیدی اول و آخرین خویش را به تو بخشیده است قلب نازکش را رنجانید؟ و مادری که در حیات بدون تو زندگی را تصور کردن هم نمی تواند از دست داد، زیرا پیامبر خدا درود بر او فرموده است که بهشت در زیر قدوم مادران است. جنت که رضای مادران است در زیر قدوم مادران است. دنیا شیرین و سرسبز است. خدا ما را جای نشینی گذشتگان کرده است تا ببیند چی میکنی. حیف با تو، حیف. فکر کردم که تو ستون خاندانم هستی، اما صد افسوس خطا کردم، خطا. در این خانه دیگر جای تو نیست. من تو را دیگر دیدن نمیخواهم. از نظرم دور شو. من دیگر روی تو را دیدن نمیخواهم. از نظرم دور شو. تقدیر همین است آتا جان. تقدیر؟ شاید این آه دلی عزیزه باشد. همه این شاید آه دلی عزیزه باشد. تو را دل شکسته کردی. خدا سزای تو را داد. دل یتیم را رنجاندن گناه عظیم است. چیو میگوی دوتا جان؟ آنچه که خواستم با تو گفتم. کو دوست که قدر یاری همدم داند، کو سخت دلی که لذتی غم داند. آدم زی کجا و خاک آدم زی کجا، آدم باشد که قدر آدم داند. دنیا به مثال تنوری تفسان است که هر لحظه می خواهد ما را در خود فرو برد، اما این خوبتر از آن است که پدر تو را از خانه می راند.
دوست می دارد دلم جبر و جفای دوست را. جبر و جفای دوست کشیدن یا به قلب جفا دیده گوش دادن، پس چی باید کرد؟ اگر به قلبم گوش دهم او هم در این عالم بودن را نمیخواهد، لیکن صد افسوس در جهان به خاطر دیگری باید زیست. برادر خیلی خسته اید؟ با شما چی شد؟ ای چیز نه، کمتر مونده شدم. اکا جان خیلی خسته می نمایید، با شما آب بیارم؟ نه لازم نیست دادر جان. آخر شما تشنه اید کو؟ همین را نگاه کنید، من با شما آب کافته میارم. اگر نیایم این به شما امانت. نه خیر میلش. ای نه، ای ایستا، ای پالو زند. نوش. رحمت داچه جان، خدا از شما راضی باشد. تو در اینجا غریب هستی پسرم، کی تو را به این راه آورد؟ پسرم میتونی حتی گپ هم نزنی. دل مادر از چشم علم دیده هم میفهمم. بیا برخیز. من دوسته از دوست جفا دیده و تمامی لحظه های ناخوشی چشیده. اکنون من شخصی هستم، در این دنیا کسی ندارم و از آن دنیا هم دل کندم. آیا مسلم گفتنی چنین سخن را روا می‌داند؟ زیرا این سخن از اهل کفار مانده است. پس چی مجبور می‌سازد که چون سخن را به زبان گرفت؟ ضعیفی ایمان یا شیاطین؟ زیرا معنی ایمان آوردن آن است که اعتقاد نمایی. البته این وسواس شیطان است. شیطان لعین شخصی مسلمین را میخواهد از راه برآورد و او را پابندی خویش کند. پسرم کدام دوست؟ چرا چنین جفا؟ پسر جان دردت را به من گوی. من پیرزنی سال خورده و تمامی پستی و بلندی حیات را دیدم. شاید به تو کمک هم رسانده توانم. مادر جان، من بهترین حیات را از سر گذرانیدم و کمربند تقدیر زندگی در کمر من بود، اما من او را پای انداز بحر دوستی خویش کردم.
خیر باشم. اکنون رویتون. خیر. خیر پدر جون. دنیای کودکی عجایب دنیا هستند. خدا خواهد بزرگ شوند ما البته آنها را خانواده بله بکنیم. دوستم. و دوستی ما بازم مستحکم‌تر می‌گردد. بله دوستم، هر چی که تو خواهی زنده همان باشی. میشود. من راضی. زنده باشه، زنده باشه، زنده باشه. این لحظه هایی بود که نمیتوانم فراموشش کنم. هر یک قدم های ایام کودکی در قلبم نقش بسته است و صدای خنده های کودکی عزیزه از یادم بیرون نمی رود. پسرم، قناعت سرمایه تمام نشده نیست. صبر را باید پیشه خود ساخت. پس دوامش چی شد پسرم؟ چرا پدرم دیر کرده باشد؟ پدر من هم ناامد. بیا پای پیاده می رویم. آخر من می ترسم. من با تو هم. از چی می ترسی؟ خیلی میلش. بیا سرکنکان کده می رویم. اشا مشا بردفشا. انا تو سرکن. و دنیا مثل من در آتشی ایش یکان فرهاد اومد نونه نسوخته و دنیا مثل من در آتشی ایش یکان فرهاد اومد نونه نسوخته ما بچه ای دهقانم به جا و به مکانم نادار و ناتوانم آوار سرگردانم دلی فارغ زی درد عشق دل نیست، تنی به درد عشق جز آب و گل نیست. در عالم رویت آورد در غم عشق که باشد عالمی خوش عالمی عشق. غم عشق از دلی کس کم مبادا، دلی به عشق در عالم مبادا. اسیری عشق شم کازاد باشی، غمش در سینه نی تا شاد باشی. ندانه قدری سوز عشق هر کس تو را من دوستم دارم امین رئیس انسان خوب است تو، اما همین یکی ما را دو میکرد خوبتر میشد. باز کمی هم استراحت هم میکرد. همین خیلی نه دوستم. رئیس اگر یکی تو رو دو میکرد باز هم تو رو معاش 4000 میخورد دوستم. بهوده حواس نخورید. چرا؟ فکری رئیس تماما دیگر است. چه خیلی؟ انا من خیل
انا من خیل. سلام بچه. سلام رئیس. سلام خوب رئیس. هستین؟ سلام علیکم. رحمت شما خوب هستید؟ رحمت. شما سلامتتون رحمت. خوب؟ نوریدین لبای. یک لحظه نزدی من دارم. خوب شده است. مایلش خوب. چی میگفته باشد؟ حالا میبینیم. سلام رئیس، ممکن است؟ داره شین. گوش کن نوردین جان. فایده یک ساله کارخانه ما با 200,000 سامانی رسیده است. من میخواهم که این مبلغ را به یگان بیمارخانه من همین مکتب اینترنت ها خیر کنیم. خوب شد. ادو این وظیفه را به دوش تو میگذارم. خوب شد است. من این حجت ها تو از معلمان و رهبریت پرسان شو. البته. یگان کمبودی باشد به خیر گیر. خوب شد است. باز از دستمون که رسد کمک میکنیم. خب بسیار خوب. گوش کن نوریدین جان، من باوری دارم که این کار زود انجام میدی. فراموش نکن که کار خیر کردن ثواب است. خب البته. نوریدین جان، به یتیمان و کمبیزاتان کمک کردن کاری ثواب است. البته. هر که خنداند یتیمی خسته را، باز یابد جنتی در بسته را. ثواب سیله رحم از هر عبادت زودتر میرسد. هر که سیله رحم بهر یتیمی کند، خداوند تعالی او را خوشحال خواهد کرد. و رسول خدا درود بر او فرموده است که بهترین خانه های شما خانه است که در آن یتیم مورد احترام باشد. بوی بهشت 500 سال راه می رود و پیش از همه به دماغ شخصی یتیم پرور می رسد. خداوند روزی سرپرستی کودک را می رساند. خب از پای کار شو. خب رئیس، همه گفته‌های شما اجرا می شود. با اجازه شما سلامت باشید. سلامت باشید. چی شد؟ نه چیز نه. رئیس فایده به دست اومده را به یتیمان میداده است. چه خیر؟ این خیر. مهنت تموم میکنیم و فایده به یتیمان میروه؟ این فکری رئیس. گوش کنید، میدونید باز راه دیگر هم است. اگر با مصلحت من باشید، با مصلحت من کار کنید، فایده به دست اومده نه به یتیمان بلکه فایده ما میشود، با مصلحت ما میشود. اگر با مصلحت من کار کنید. شما چیزی که گوید ما اجرا میکنیم. فقط مقدار پول. اول کار را اجرا میکنید، بعد مقدار پول را میفهمید. شما راضی؟ بله. از پس کار تشکر. عزیز جان رو از خواب بیدار کن تا که درش را دل نمانه. مالش خدا جان.
عزیز 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 خیز با دست دیر میکنی خیز گفتم خیز آخر دیر میکنی ای خیزی خوب بولو خیز گفتم خیز گفتم خیز عزیز فراموش کردی امروز با درس میرویم خیز دیر میمونیم خیز خالم فریاد دارد نهاری میکنیم بعد با درس میرویم کنی خیز من میروم از پسی ما زود بیام خوب بچه ها کنی برای چی آنها دیر کرده ایستادن؟ تشویش نکشید حاضر میآیم زودتر من با عزیزه گفتم که عزیز جان رو رفته بیدار کنند سلام آتا جون سلام آچا جون سلام پسرکم سلام بچه جون گذارشین امروز روزی یکمی درس ها؟ بله آتا جون بسیار خوب گیر خور آچش لابای دادش شوی رزه خوب شده است شیطان کوی امروز درسی اول است بله آتا جون سلامت باشه مبارک شود تشکری زیاد بچهش سلامت باشید زنده بچه ها لبای شما تیستر آماده شوید با درس میروه باز دیر نکنید خب سلامت باشید مایلش آتا جون خیلی چه جون؟ خیلی پسرکم خدا نگهبانتون باشد های جونی من خیلی چه جون؟ فرزندان عزیز بچه های عزیزی ما وظیفه اساسی شما پیش از همه خواندن است شما کوشش کنید غیر کنید که نحس خوانید کوشش کنید که روزنامه نگاری حقیقی شود برای روزنامه نگاری حقیقی شدن پیش از همه کوشش باشید برای کار باشید رحمت امک سلامت باشی آتا جون خیر سلامت باشی خیر به شما هم برای کار زنده باشید خیر برای کار شما ده عزیز تو باز چی شو؟ اکنون دیر کرده باشیم که جوابش رو میدهد هیچ گم نه ای خوبی نی که تو از این خوبان میمونی اگر معلم با درس در آمده باشه چی؟ هیچ گم نه اگر ما رو از درس پیش کنه چی؟ درس من اون وقت به چشمی تو نشون میدم که همه دخترها چشم درست
боз моро партофта аз паси дигар духтарако давон наравӣ. о инҷо ҷои духтарбозӣ неку азиза. ин фикрро аз сара дур кун азиза. ту инҷо ист, ман ҷадвали дарсиро дида меоям. майлаш зуд баргард. майлаш. салом алейкум. мебахшед тасодуфӣ шуд. ҳеҷ гап не дӯстам, ҳамаш хуб аст. ба ту чӣ шуд? чаро хотир парешон ҳастӣ? ҳеҷ гап не. ҳушамро касе бурд ки мислаш дар ҳолам нест. ҳеҷ гап не дӯстам. ҳушатро дар ҳушдонат асир кун дӯстам. мабодо рӯзе ҳушдонатро ҳам аз даст надиҳӣ. рафтем азиза. нуриддин, назди ман даро. салом раис. нуриддин, лабай. барои чӣ ин ҳамаи ҳуҷҷатҳо паҳну парешон? чӣ гап шудааст? намедонам раис. чӣ хел намедонӣ? чаро ин хел мешавад? шояд тиреза кушода бошад, барои ҳамаин парешон шуда бошад. чӣ? тиреза? шояд. ба ту ҷавоб. хуб, саломат бошед раис. ҳуҷҷатҳои болои мизро шамол парешон кардааст. ҳуҷҷатҳои даруни мизро чӣ?
بلا بپسش. هیچ گپ نه. طول یک ماهی که در اینجا تحصیل کردیم موضوع همین روزا دقتی همه رو جلب کرد. بله. همین طور نه؟ بله. زیرا محبت وطن در آستانه خانه دل منزل ابدی دارد. فردا پگاه من هم به طلبگان این موضوع رو پیشنهاد میکنم. چی؟ تو درس هم میگویی؟ بله، در مکتب میانه. بعد از آن برای روزگذرانی مردی کاری هم میکنم. زیرا میخوام برادرم را به دانشگاه به فاکولته حقوق شناسی داخل کنم. لیکن چی علاج؟ دستم نمیرسه. مجبورم شب روز چیکاری هم باشد بکنم. حتی برای خود لباس هم خریده نمیتوانم. مهراب، مرد نباید سر و سکه زیبا بلکه دل زیبا باید داشته باشد، مثل شما. بله دوستم، تو در حقیقت به این سخنها ارزنده ای. بیا این رو ما نمو فکری پگاه رو کنیم. چی فکر عزیز؟ بیای فردا یک جویه به درس تو می رویم و آنجا موضوع مردی و وطنداری رو خوبتر مطرح میکنیم. شما راضی بچه ها؟ بله. نباشد رفتیم. مهراب، ما با همراهی عزیزه با تو یک توفه کردنیم. تو راضی هستی؟ چی توفه؟ راضی هستی؟ حالا میبینی راضی هستی؟ همین خیلی نه عزیزه؟ رفتی. گشتم برهت غبار ای دوست، پا بر سری من گذار ای دوست. هرچند فقیر و ناتوانم از من نکنی کنار ای دوست. تو تکیه زنی 4 بالیشت، من دیده بره 4 ای دوست. یک بار نگفتی حاجی آخر غم با تو چی شد دوچار ای دوست.
مهرو پگاه در درس انا همین کسم رو میپوشید برای چی؟ با تو میزیبد بله مایلش میره شما راضی؟ چرا نه؟ مایلش السلام علیکم. سلام. خب خوانندگان عزیز، امروز در درس ما انا یک از دوستان ما عزیز جان و عزیزه بانو وارد سیمخانه شما گشتن که امروزه درس رو یک جا میگذارونیم. شما راضی هستید؟ بله. مرحمت میشین عزیز جان. موضوع امروزه ما درباره وطنداری است. فهمید؟ بله. خوب بچه‌های عزیز، امروزه درسی چی گفتیم؟ وطنداری. آفرین. درس امروزه ما موضوع وطنداری. بچه‌های عزیز، امروز ما باید چی کار کنیم که شخص بزرگ شویم؟ خواندن در کار. باید بخوانیم، ها؟ بله. آفرین. باید مثل کی ما وطنم را دوست داریم؟ یعنی کی؟ اما میدونم. یعنی شما؟ مثل صدرالدین ایوبی. آفرین. باز مثل کی؟ مرحمت. میرزا خسروزاده. آفرین. کنیم؟ مثل اسماعیل سامانی. آفرین. اوکی. مثل مقنع. آفرین. بچه‌های عزیز، باز مثل کی باید ما وطنمون را دوست داریم؟ مثل موسوی داستان. باز مثل کی؟ امامعلی رحمان. آفرین بچه‌های عزیز، خند زنید. بچه‌های عزیز، کی درباره وطن شعر می‌دونه؟ مرحبا شما. ای وطن، بر پاره نانت قناعت میکنم، روی خورهای علمهایت امارت میکنم. ای وطن، ای سجده بر منت یزدان پاک، من به دامان نمازیت عبادت میکنم. آفرین. باز کی؟ بچه‌های عزیز، کی درباره وطن سرود می‌دونه؟ عزیز، بچه‌های عزیز، شما می‌خواید عزیز یک سرود درباره وطن برایش بگم؟ بله. مرحمت عزیز جان. وطنداری امری از آن رنگی سامان بوده است، وطنداری عمری روان تغی بجام بوده است، وطنداری امری از آن رنگی سامان بوده است، وطنداری عمری روان تغی بجام بوده است. چون موقنای و اردشه دوستمی مردی زمان، وطنداری این جسوری همچو رحمان بوده است. چون موقنای و اردشه دوستمی مردی زمان، وطنداری این جسوری همچو رحمان بوده است. مردی وطن شیری جیا ای نیشانه از آریا، مردی وطن شیری جیا ای نیشانه از آریا.
زی دست داد وطن را بر بی وطن داد وطن را و کفن را تاجی کی پینک رفته زی دست داد وطن را بر بی وطن داد وطن را و کفن را پندست به ما گفته اسماعیلی سما پندست به ما گفته اسماعیلی سما از خاکی وطن دور کنن زاوزگان را از خاکی وطن دور کنن زاوزگان را مردی وطن شیری جیا ای نیشانه از آریان شامی فرو رفته ای من بی سهر آمد بر کشوری فیض باری من بو بی زفر آمد بر شامی فرو رفته ای من بی سهر آمد بر کشوری فیض باری من بو بی زفر آمد تا چند بگردم چو یتیم در بدر تا چند بگردم چو یتیم در بدر بری سری به مادری من بی پدر آمد بری سری به مادری من بی پدر آمد وطن داری امری از دان رنگی سامان بوده است وطن داری عمری روان تغی بجام بوده است وطن داری امری از دان رنگی سامان بوده است وطن داری عمری روان تغی بجام بوده است چون موقنای و اردشیر دوستمی مردی زمان وطن داری این جسوری همچون رحمان بوده است چون موقنای و اردشیر رستمی مردی زمان وطن داری این جسوری همچون رحمان بوده است مردی وطن شیری جیا ای نیشانه از دوستی ما آنقدر قوی گشته بود که حتی نمیخواستم از دوست افضلیت داشته باشم. هر آن چیزی که پدرم برایم میخرید اولش رو با او توفه میکردم، زیرا نمیخواستم که او خجالت کشه، چون که وای دوستی قرین من بود. مهرو بیا پگاه با سیر کوهسار میرویم، یک کمی علفی بهاری میچینیم. پدرم علفهای بهاری رو خیلی دوست میدارد. یک کم تر علفی بهاری میچینیم و پس به خونه میآییم. چی گفتی؟ پگاه کو درس نیست؟ من راضی، لیکن عزیزه را هم میبریم. اگر من روم به کارهای خودم کی یاری میرساند؟ بهترش شما رو من در خونه انتظار میشوم. مایلش ما راضی. مایلش
مهرو سلام سلام. عزیز چخیر نه مهرو. سوز عذر دوستم من کمی کار داشتم چی کار؟ هیچ چیز یک شناسم رو دیدم بیا خواهی میرویم میرویم کو دوست که قدر یاری همدم داند، کو سوخته دلی که لذتی غم داند. آدم زی کجا و خاک آدم زی کجا، آدم باشد که قدری آدم داند. مهرو نمی نوشی مهرو او بی صوف بهترین آب با فکرم شفا بخشم هست. چی گفتی دوستم؟ مهرو؟ مهرو کجا شیده باشه؟ مهرو مهرو مرا ببخش من قرض فرزندیم را ادا کرده نتوانستم. تو همیشه میگفتی که نگهبانی من میشوی و مرا کمک میکنی، اما مرا در ایام خوردی پرتافته رفتی. این بس نبود که اکنون میخوای که مادرم را از ما بری. اکنون من در این دنیا به شما چیکار میکنم؟ امروز برادرم به من خبر داد که مادرم بیمار است. من باشم مبلغی ندارم که مادرم را معالجه کنم. من میدونم که شما ما را دوست نمیداره، زیرا اکنون میخواید که مادرم را نزد خود بریم و ما باشیم در این عالم چون یتیم بیکس و تنها مانده. مادرم فقط آرزوی آن را داشت که مرا خانه‌دار کند، آرزو و هوس بیند. اما دست کوتاه من به این هم نرسید تا آرزوی نخستین مادرم را عملی سازم. چرا با من چنین میکنید پدر جان؟ اگر گناهی داشته باشم مرا ببخشید خدایا. مهرو چرا گریه میکنی؟ این کس با تو چی میشود؟ این کس قبلگاهی من، پدری من است. او سالهای جنگ خانمان سوز از دست قاتلان در اینجا کشته شد.
امروز 15 سال می شود که او در زیر این خاک خواب است. مهرو دوستم مهرو گریه نکن. او تو مرد بچه هستی کو. مرد باید با تمام پستی و بلندی حیات تحمل کند. تو باشی گریه میکنی. عزیز تو پدر داری. در مشکلی های زندگی تو را دستگیر می شود. با تو راه درست زندگی را می آموزد. اما با من کی چونین بگوید؟ هیچ کس. اگر پدری من هم زنده می بود امروز مثل تو برای چیدن علف های بهاری می آمدم. مثل تو بهترین سر و لباس می پوشیدم و در زندگی محتاج کسی نمی شدم. این طور نگو مهرو. خداوند کسی را بیروز قروزی نمی گذارد. شاید روزی می رسد که تو به مقصد می رسی. زیرا گفتن پایان شب سیاه سفید است. من تو را نمی دونم اما من تو را مثل برادرم می دونم و مادرت را به جای مادرم می شمارم. دوستم قسم به نام خداوند پاک و به حرمت ارواح پدرت هر اون چیزی که در زندگی نصیب من میگردد اول هدیه ای تو خواهم کرد. دوستم اگر خواهش برادرانم را قبول نکنی در همین جا با دوستیمون خاتمه میبخشیم. اما من باوری دارم که تو مرا همچون برادر قبول میکنی و با من در نزد مزار پدرت وعده میدی که آن چیزی که با تو بخشم قبول میسازی. مکن وعده و اگر کردی وفا کن. طریقی بی وفاگی را رها کن. مهرو باز چرا زیق هستی؟ عزیز تو مرا میبخشی. برای چی؟ سبب امروز دیر کردن من کار دیگر بود. چی سبب بود؟ این شب برادرم زنگ زده بود. مادرم بیمار شده است. برای در بیمارخانه خوابیدنش مبلغ لازم بود. من با مردی کاری رفته بودم و راستی این واقعه را از تو پنهان داشتم. چرا از من بیمار بودن مادرت رو پنهان کردی؟ چی؟ تو مرا برادر خود نمیخونی؟ آیا من نمیتوانم به تو کمک کنم؟ نه دوستم چنین نگو. تو با من تمام چیز رو میکنی. اکنون این علاقه خیلی زیاد است. این وظیفه من است. مادر را باید پسرش نگاه کند. از این بر می آید که تو مرا برادر نمیخوانی ها؟ نه دوستم این خیلی نگو. این علاقه زیاد است. من قبول کرده نمیتوانم. تو با من قول دادی که هر اون چیزی که با تو میبخشم مثل برادر قبول میکنی. بیا به خونه میرویم برادر. من به تو مبلغ میدهم. با دهه به معالجه مادرم روان میکنی. چی گفتی دوستم؟ راضی هستی؟ وایلش رفتی. من خیلی خوشبخت بودم که چونین دوستی جانی دارم. اما چرخی فلک بر خوشی من نسیم غم را سبا کرد. پسرم این دنیا هیچ است.
همه مادران مثل بازیچه. دنیا همچون صحنه است که هر یکی مادران نقش خود را میبازه. با چی ماند این جهان؟ گویم جواب، آن که بیند آدمی چیزی به خواب. چون شوی بیدار از خواب اللذیذ، حاصل نبود ز خوابت هیچ چیز. اما بعد چی شد پسرم؟ ای کاش چیزی که بد شد هیچگاه رخ نمیداد. салом писаракам, саломатият читав? шукр очаҷон, шумо соз ҳастед? бачаҷон, ман ба ту хабари хуше дорам. чӣ хабар? ҳар чӣ мехоҳам тезтар онро ба ту бигӯям. чӣ бошад очаҷон? ману падарат бо ҳам маслиҳат кардему ва ба хулосае омадем ки туро хонадор кунем. ба ту беҳтарин духтарро ёфтем. кӣ бошад очаҷон? азизаи худамон писарҷонам. очаҷон, мо мисли акаву хоҳар калон шудем ку. азиза розӣ ҳаст? оё ӯ чӣ мегӯяд? ту ҳам нахӯрд писаракам. ҳамин ки азиза аз дарс гашта омад, ман ба ҳамашро мефаҳмонам. майлаш очаҷон. хайр бачаҷон, зуд ба хона биё. азиза, инҷо нишастаӣ? ба ту чӣ шуд азиза? ҳеҷ чиз не. имрӯз зодрӯзи падарам, аммо на падарам ва на модарам болои сарам нестанд. узрро мепурсам, ман намедонистам. падарам бо падари азиз дӯсти ҷонӣ буданд. модарам дар хурдиам вафот кард. падарам ҳам баъдан аз олам гузаштанд. падари азиз ваъда дод ки маро ҳамчун духтараш ба воя мерасонад. шукри худо, то ҳол бепадариву бемодариро эҳсос накардам. баъдан волидони азиз мери худро ба ман бахшиданд. аз
آنها منت دارم و تا آخر عمر از گفته هایشان سر نمی کشم، زیرا پدر و مادر حقیقی من آنها گشتند. تو چرا زیخ شدی؟ کنی گپ زن کو؟ مرا قلبم آرام نمیگذارد. هر لحظه میخواد فریاد زند، اما میترسم که فریادش دل آن را نرنجاند. تو عاشق شده ای؟ کیستان خوشبخت؟ تو به من نمیگویی؟ و تو نشان میدیم و خواهش میکنم که به هیچ کس مگوی و مرا درست فهم. آن کسی را که در آینه دیدی آن را از جانم بسیارتر دوست می‌دارم. و آمادم که جانم را برایش فدا سازم، زیرا تو عزیزی زندگی من هستی. ای عزیزی زندگی، امیدوارم خواهشی مرا رد نمی‌سازی. تا آخر عمر جوابش را انتظار می شوم. خیر، من رفتم. چرا تا آخر عمر؟ اگر از من حالا میپرسیدی میگفتم که من هم تو را دوست میدارم و به تو زندگی کردن نمیتوانم. ای عزیز زندگی، ای عزیز زندگی. سلام خاله جان. سلام عزیزه جان. کنی دخترکم گذشته شین؟ دخترم، من به تو خبری خوشی دارم. چی خبری خوش خاله جان؟ از شنیدنش خودت رو خوشبخت حس میکنی. من باوری دارم که تو مرا همچون مادر خود حرمت میکنی دخترم. از سخنهای من سر نمیپیچی و مرا آزرده نمیسازی. چی ها میگوید خاله جان؟ مادر اساسی من شما هستید. من هیچگاه شما را رنجور نمیسازم. برای شما جانم را فدا میکنم. عزیزه جانی من و امکت به خلاصه آمدیم که تو و عزیز جان رو تیزتر خانه دار کنیم.
این آرزوی درینه ما بود دخترم. دخترکم تو از درس اومدی، تو بنشین، من برایت خوراک میآورم. سلام عزیزم. سلام. سلام اپایزا. سلام اکازی. سلام. سلام پرویز. بیا کو از کجا آمدی؟ ساز زور شین. اکا جان با من کمک کنید. انا همین فرمولا اش رو نفهمیدم. انا این فرمولاش دیدی چطور حل می شود؟ بله اکا جان شما مثال های من رو تیار کنید. من هر روز از معلم 5 میگیرم. یعنی معلم رو فریب می دهی ها؟ معلم نمیفهمد. هیچگاه چنین مکن. این خیانت است. من به تو یک چیز را میگویم. خداوند همه گناه ها را میبخشد، اما خیانت را نمیبخشد. آیا میدانی پاداش خیانت چیست؟ این طایفه احساس دلی ما نشناسند، به درد مریضند، مدوا نشناسند. از شرقی بریدند و به غربی نرسیدند. رهگم زده اند، دیده بینا نشناسند. در شهر زی هم شهر به هر سو بگریزند. در بادیه ها پهنه صحرا نشناسند. خود چاره‌گری درد جهان بوده و امروز در چاره خود حکمت سینا نشناسند. اکا جان وعده میدیم که دیگر چنین نمیکنم. هیچ گپ نه. کوشش کن تا به هیچ کس خیانت نکنی، خصوصا در راه عشق با نامزدی خود. با تو یک چیز را میگویم، با دلت گوش کن. آن چیزی که دلت گوید همان رو بکن، وگرنه عاقبت قلبت دشمن جانت خواهد شد. همین طور بادی اندو از بیابانی خشک و خالی دیاری من وزش نمود و من به خلاصه آمدم که حقیقت را به پدر و مادرم گویم. وقتی که رشته سخن را کشادم، از شنیدنش دلی پرهوس پدر و مادر عزیزم را سرشاری غم گردانیدم. زنک لابای داداش با پسرمان عزیز درباره خانواده‌اش گپ زدی؟ البته. چی گفت؟ روزی است. عزیزه چی؟ عزیزه که دختری خودمون. آفرین. این به خاطر دوستمان ارواحش شاد می شود. خدا رحمتش کند. سلام آتا جان. سلام بچه جان. سلام آچه جان. سلام پسرم. بیا بشین. آتا جان. آچه جان. لابای پسرم.
من با شما گپ دارم. گپ زن. چی شده است پسرم؟ من با عزیزه خانه‌دار شده نمیتوانم. چی؟ تو دیوانه شده ای؟ چی ها گفته ایستاده ای؟ تو میفهمی چی ها گفته ایستاده ای؟ بله اوتا جان، زیرا او دیگر کس را نغز میبیند. چی؟ تو چی ها میگویی؟ تو میفهمی چی ها گفته ایستاده ای؟ من با تو 100 بار گفتم که با عزیز گپ زن. چرا گپ نزدی؟ ها؟ برای چی گپ نزدی؟ برای چی ها؟ تو میفهمی که این چی گفته ایستاده است؟ تو میفهمی که پسرش چی گفته ایستاده است؟ میفهمی که پسرش چی گفته ایستاده است؟ من با دوستم عهد بسته بودم که هر دو اینها رو خانه‌دار میکنم. شما این رو میفهمید یا نه؟ عزیز، آخرین کار رو برای آن میکنم که ارواح دوستم شاد شود. تو این رو میفهمی یا نمیفهمی؟ تو میفهمی چی ها گفته ایستاده ای؟ ها؟ بله، من آنها رو با چشمان خودم دیدم. تو حتما با این دختر خانه‌دار میشوی. عزیزه دیگر کس رو نغز میبیند. میفهمید یا نه؟ من با این کار راضی نیستم. راضی هستی نیستی، لیکن این کار میشود. مهراب، مرا ببخش. من تو رو قبول کرده نمیتوانم. مرا قسمت چونینه سرنوشتی من همینه چی کنم زی کلفت و غم من داری روی زمینه نمیخواهم این زمان نمیخواهم این جهان با خدا بگیرمه من در این آیا در راهی راست؟ کیست؟ پسری که نمیخواهد با دختر انتخاب کرده ای پدرش خانه‌دار شود، یا دختری که برای خوشبختی شخصی که به او مثل پدر است از عشق خود روی گرداند؟ پس اگر تمامی هستی را به دوست بخشی، باقی حال پدر چی می شود؟ حرمت پدر که حکمش را خداوند در مد اول گذاشته است. و یا شخصی که برای خاطر شادی دیگران از عشق خود دست می کشد و خود را در بیابانی خشک و خالی قربان باد غم می سازد. آیا رواست که به خاطر یک روز شادی دیگران امید و آرزوهای ابدی خود را زیر پا کند؟ در حقیقت شخصی که تو را به وای رسانیده است سزاوار عزت و احترام است. اما اگر این جهت را بالای سر کنی، پس احوال دل عاشق بیچاره چی می شود؟ زیرا وجود آدمی با آب عشق و از گل محبت ساخته شده است. پس چی باید کرد؟ چی باید کرد در این ایام ناکامی؟ جانبداری کی باید شد؟ جانبداری عشق یا عزت و احترام پدر؟ شرط باشد زندگی در کار نیست زندگی در کار نیست عمر اگر خوش گذره زندگی خیزر کم است ورنه ناخوش گذره نیمی نفس بسیار است نیمی نفس بسیار است مرا قسمت چونینه سرنوشتی من همینه. دنیا به مثال کوزه پرعلم است. یک لحظه اون خوش است و باقی ستم است. در این عالم باید راهی را انتخاب کنی، زیرا قانون حیات و خامه سرنوشت در پیشانه ما یکی از این راه را با آب تقدیر ثبت کرده است.
دخترک کجا برم تا؟ اکا جان یک ایستگاه پایان میبرد؟ شین رحمت اکا جان سلامت باشید. شف گفته شما اجرا شد. همه گفته ها را به انجام رسانیدی؟ البته. بسیار خوب بسیار خوب. خب سلامت باشی. مایلش خیر. سلام علیکم رئیس. سلام. عزیز دیگر کس رو نقص ببینم میفهمید یا نه؟ من با این کار راضی نیستم. بچه اومدن خیلی خوب بسیار ناز. سلام علیکم. و علیکم السلام. با کارمندان حفظی حقوق. چی؟ تینجی هست؟ میخواهیم سمکه شما رو تفتیش کنیم. با کدام سبب؟ سبب دارد. مرحمت سمکه رو برارید. مرحمت. سببش رو دیدی؟ این ناممکن است. با این کاری کردت خداوند تو رو نمیبخشه. علی جناب خوش.
خب ба мақсадмон расидем рустамҷон. насиб кунад. хачхел кардем. соз олиҷаноб. марҳамат биёед. ассалому алайкум холаҷон. ва алайкум барсалом. ин хонаи азизчон. бале дода. мо кормандони ҳифзи ҳуқуқ. аз ин рӯ эътиборан холаҷон, ин манзил ба шумо тааллуқ надорад. шумо онро ба маблағи ғайриқонунӣ сохтаед. яъне ба буҷаи корхонаатон зарар овардаед. чӣ тавр? ба шумо роҳи сафед хонаро холӣ кунед. بچه‌ی جان بچه‌ی جان بچه‌ی جان جانا جان بچه‌ی جان بچه‌ی جان بچه‌ی جان جانا جان جانا جان ба куҷо меравем бехонаву бедармондем. акаҷон хезед ба хонаи мо равем. ин чӣ рӯз буд? ман падарамро мегӯям шуморо роҳ медиҳад. раҳмат додарҷон. илтимос холаҷон шумо ҳам биёед. мо ба деҳа меравем. ту нағз хон майлаш. азизакам ба куҷо меравем бехонаву бедармондем. модарҷон гирья накунед. хонаи хешовандонамон ҳаст. ба деҳа ба хонаи хешовандонамон меравем. онҳо зиндагии оддӣ доранд. маҷбурем ба он ҷо равем. дигар чӣ илоҷ? ин чӣ рӯз буд? زندگی در صدف خیش گوهر ساختن است. در دمی شعله فرو رفتن نگداختن است. مذهب زنده‌دلان خواب پریشانی نیست و از همین خواب و جهانی دیگری ساختن است. چرا در دیدم دنیا سیاه است، نفس همه کشم همراهی او هست. اگر جانان نباشه جان چی لازم، نه به او زندگی کردن گناه است. писарам мо дар ҳамин хона зиндагӣ мекунем. бале учаҷон. дигар мо ҷои рафт надорем. маҷбурем ки дар анами хона зиндагонӣ кунем то аз маҳбас баромадани падарам дар анами хона зиндагонӣ мекунем. учаҷон худо ин чӣ рӯз буд? ин чӣ рӯзи зиёҳ буд худоё? بچه‌ی جان بچه‌ی جان بچه‌ی جان جانا جان بچه‌ی جان بچه‌ی جان بچه‌ی جان جانا جان جانا جان
مرا قسمت چون اینه سرنوشتی من همینه چی کنم زی کلفت و غم من در این روی زمینه مرا قسمت چون اینه سرنوشتی من همینه چی کنم زی کلفت و غم من در این روی زمینه نمیخواهم این زمان نمیخواهم این جهان با خدا دلگیرمه من در این عمری روان ای عزیز زندگی ای عزیز زندگی ای عزیز زندگی ای عزیز زندگی کلفت و غم من در این دنیایی هستی من در این دنیایی هستی شیشه ای عشقم شکستی دریای عشقم ببستی چی کنم زی کلفت و غم من در این دنیایی هستی من در این دنیایی هستی ای عزیز زندگی ای عزیز زندگی ای عزیز زندگی ای عزیز زندگی زندگی آخر سرایم بندگی در کار نیست بندگی گر شرط باشد زندگی در کار نیست زندگی در کار نیست عمر اگر خوش گذرد زندگی خیزر کم است ورنه ناخوش گذرد نیمی نفس بسیار است نیمی نفس بسیار است مرا قسمت چون اینه سرنوشتی من همینه چی کنم دی کلفت و غم من در این روی زمینه نمیخواهم این زمان نمیخواهم این جهان با خدا دلگیرمه من در این عمری روان ای عزیز زندگی 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 پسرم احوال پدرت چطور؟ سلامتیش خوب است؟ بله اوچه جان احوال پدرم هم خیلی خوب است با که از کارمندان محبس هم صحبت شدم او گفت که پدرم باید خلاص شود پدرم گناه نداشته است اوچه جان انشاءالله آزاد می شود غم مخورید اوچه جان پسرم وقتهای آخر خوابهای بی‌زیب میبینم خاطرم پریشان است باز یگان حادثه رخ ندهد خدایا با ما رحم کن دعایم رو قبول کن گریه نکنید اوچه جان انشاءالله همش خوب می شود ما باز با اهل و عائله‌مون در خانه خودمون زندگانی میکنیم خدا خواهد همش خوب می شود اوچه جان
صد جان و دل فدایی یک مدعای مادر، فتح و کشایی شارد دستی دعای مادر. بشنید گر صدایم دنیای سخت گوشان، انگیزه ایست شاید از الله‌های مادر. از صدوت و ز شهرت گر بر فلک زنم سر، تعظیم میکنم باز در پیش پای مادر. لابای سردارم، عزیز هر روز به عیادت پدرش می رود. با فکرم بیگناهی او را اثبات کرده آزادش کردنیند. چاره بینید سردارم، نباشد ما همه به جای او حبس می شویم. سلامت باشی. گوش کن مجنون، با تو سپارش تا روز دیگر عزیز را نیست و نابود میکنی، وگرنه با جای او خودت نابود میشوی. فهمو؟ آچه جان، شما استید من برای شما دکتر میارم. شما استید؟ مالش بسرم. همش خوب میشه آچه جان، زیغ نشوید. انشاءالله همش خوب میشه آچه جان. اپا جان، احوال مادرم خوب است؟ احوال مادرتان خیلی بد است دادر جان. او را زود به بیمارخانه بردن لازم، فقط تیزتر. اپا جان، شما یک لحظه در نزد مادرم استید. من رفته پول گرفتم میگویم مادرم رو با بیمارخانه میبریم. فقط تیزتر. اپا جان شما استید، من زود برمیگردم. لابا. الو. لابا. مجنون در کجا است؟ یک دقیقه. شیف، شما را میپرسم. لابای؟ با تو چی فرمون داده بودم؟ از قفای کار هستیم شیف. کارها چی طور است؟ همش خوب است. هوشیار باشی، باز یگون کس پای نبره. فهمو؟ خوب مایل، سلامت باشید.
جان بچه جان بچه جان جاناچه جان بچه جان بچه جان بچه جان جاناچه جان جاناچه جان амак ҷон акнун шумо озодед метавонед ба хона ба назди зану фарзандатон баргардед роҳи сафед ташаккур ман ин некиёи шуморо ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунам зинда бошед саломат бошед бародар ташаккури худо баракат диҳад ба ту худо баракат диҳад саломат бошед بچه جان بچه جان بچه جان جاناچه جان номашагиру гӯшашакаш پسرم گوید که ассалому алайкум бачаҳо шумо нағзед созед саломатиҳо хуб ҳастӣ بچه جان بچه جان بچه جان جاناچه جان کجا بود با فکرم همین طرف همین طرف
عمری ما یک روز بر ما بی‌وفایی می‌کند، جانی ما را از بقایی در فنایی می‌کند. گوش ما این روز دارد صد نوای صد صدا، عاقبت در گوش مرگ بی صدایی ایام در مرا بیریان در رفتی، دی اشعاری ترم نخوانده رفتی، با عمری کوتاه نخلی دارد، با مرزی سینه ها پیشنانده رفتی، با عمری کوتاه نخلی چی بدبختی بچه‌ی جان جانا چجان بچه‌ی جان بچه‌ی جان بچه‌ی جان جانا چجان جانا چجان مثالی اختری از قلبی پاکه، زیایی میری خوب افشانده رفتی، چراغی خانه روشن زی مهره، اگرچی خانه را مانده رفتی، چراغی خانه روشن زی مهره، اگرچی خانه را مانده رفتی، بچه‌ی جان بچه‌ی جان بچه‌ی جان جانا چجان بچه‌ی جان بچه‌ی جان بچه‌ی جان جانا چجان جانا چجان جانا چجان. حیف بتو حیف. فکر کردم که ستون خاندانم هستی، تمامی آرزوهایم را به تو بخشیدم، اما صد افسوس خطا کردم، خطا. من دیگر رویت رو دیدن نمیخواهم، از نظرم دور شو. تقدیر همین است داتا جون.
تقدیر شاید که آه دلی عزیزه باشد. همه این شاید آه دلی عزیزه باشد. تو را دل شکسته کردی، خدا سزای تو را داد. دل یتیم را رنجاندن گناه عظیم است. چیو میگوی دوتا جون؟ آنچه که خواستم با تو گفتم. شیشه ای عیشم شکست، در عشقم را میبستی. چه کنم زی کلفت و غم من در این دنیا؟ شیشه ای عیشم شکستی، دریای عشقم ببستی. چه کنم زی کلفت و غم من در این دنیایی هستی، من در این دنیایی هستی. ای عزیزی زندگی، ای عزیزی زندگی، ای عزیزی زندگی، ای عزیزی زندگی. عزیزه کیست در اونجا؟ عزیزه مادر جان، من این از قصه پر علمی من. مرا آن دوستی جانیم حتی به خانهش قبول نکرد و مرا از در آستانش پیش کرد و اکنون در پهلوی شما نشستم و با این قصه پر علمم دل شما رو هم رنجور ساختم. پسرم، تو شخصی عذاب دیده ای، ستم کشیده ای و در عالم مشام تمامی بادی غم را چشیده ای. از این رو به تو یک پیشنهاد دارم و باوری دارم که سخنم را مثل گپ‌های مادرت به گوشت میگیری و از گفته هایم سر نمی پیچی. وعده میدهم که سخنت را به زمین نمیگذارم و اگر جانم را طلبی برایت فدا میکنم. پسرم، من دختری دارم، نامش امینه. غیر از او در عالم چیز دیگر ندارم.
میخواهم تو را با او خاندار کنم و باقی عمرم را آسوده پسی سر نمایم و از این عالم با دمی کشاده سفری اخیرت نمایم. از تو خواهش میکنم سخنم را نشکن. اما پسرم باید گویم که امینه من طول 18 سال است که از چشم بینا، گوش شنوا و پای روان محروم است. بنابراین از تو خواهش میکنم سخنم را رد مکن. رد مکن. گریه نکن مادرم. سخن شما رو نمیشکم. من راضیم. مکن وعده. اگر کردی وفا کن. طریقی بی وفاگی رو رها. پسرم این سمکت رو نمیگیری؟ مادر جان این سمکه من نیست. این از یک مرد سر راه بود. آخر یک روز فرصت میدهی. امانت را گرداندن بسیار کاری خوب است. بگیر بچه جان بگیر. مایلش مادر جان. چرا در دیدم دنیا سیاه است، نفس همه کشم همراهی او هست. بیا پسرم گذار اینجا شین. امینه دخترم به مهمان یک پیاله چای خنک بیار. چای گیر. مادر جان آخر شما دیگر چیز گفته بودید کو؟ درست. معنای سخنهایم این بود که تا حال امینه من به در خانه شخصی بیگانه سفر نکرده است. چشمانش را نابینا گفتم زیرا تا حال روی شخصی بیگانه را ندیده بود. گوشی ناشنوایش آن است که تا حال سخنی مردی بیگانه را نشنیده بود. اکنون هرچی زودتر میخواهم که شما را خاندار کنم و لذت زندگی را در شما بینم. پسرم فردا در طرف خانه محله‌مون توی هر دوی شما را برپا میکنیم. مادر جان اما ما برای توی کردن مبلغ نداریم کو. پسرم تو غم نخور. همش در دست من است. من خودم تویتان را میگذرانم. تشکر به تو مادر جان. از شما منت دارم. خداوند شما را نگهبان باشد. سلامت باش پسرم. مادر جان از شما خواهش میکنم اگر اجازه دهید من آن دوستم را به تویم دعوت کنم. خواهش میکنم. چه ها میگویی پسرم؟ این توی تو است. هر کسی رو که میخواهی دعوت کن. حتی پدرت رو هم. نمیدونم پدرم این گپ را قبول میکند یا نه، اما بدتر به نزدش برای دعای نگرفتن میروم. کاری خوب میکنی پسرم. چرا در دیدم دنیا
چشم همراهی او هست اگر جانان نباشه جان چی لازم شهروند محیدینوف نوریدین شما را با عیب دست داشتن در خرید و فروش مواد مخدر عیب دار دانسته می شوید و برای خیانتتان جواب می گویید. چی؟ شما چی ها گفته ایستاده من گناهکار نیستم. شما سهو کردید، خطا کردید. شما بیگناهیت را در محبس اثبات میکنی. مرا قسمت چنینه، سرنوشتی من همینه. چی کنم زی کلفت و غم من در این روی زمینه. ای عزیزی زندگی، ای عزیزی زندگی. حاضرین محترم، همه شما را به این خانه بخت خوش آمدید میگویم. بگذار چنین تخت و بخت و صدای خنده و شادی در خاندان شما طنین انداز گردد. مورد ذکر است که توی امروزه ما توی غیر عادی نیست، زیرا که در این توی شاهنشاه امروزه ما میخواهد شما را به این درگاه خیر و مقدم گوید. علاوه به این او میخواهد که همه شما را به دوست نزدیک خود شناس نماید. اینک سخن به گناهکار امروزه ما عزیز جان داده می شود. مرحمت عزیز. مرا قسمت چنینه، سرنوشتی من همینه. چی کنم ز کلفت و غم من در این روی زمینه. ای عزیزی زندگی، ای عزیزی زندگی. شیشه عیشم شکستی، در عشقم را ببستی. چی کنم ز کلفت و غم من در این دنیای هستی. ای عزیزی زندگی، ای عزیزی زندگی. من که دوست از دوست جفا دیده ام و تمام لذت غم را چشیده ام. سر اول با او دوستی جانی گشته ام،
ва ӯро беҳтар аз бародари худ дӯст медоштам, ҳатто ба хилофи хоҳиши падар ва орзуҳои ношукуфтаи қалби худ. ишқи аввалини худро ба ӯ бахшидам. тамоми молу сарватамро дар пеши пояш пояндоз кардаам. ҳатто аз барои ӯ шуда он неъмате ки худованд онро муқаддас медонад, яъне модари аз ҷон беҳтарамро аз даст додам. ва имрӯз бошад ман танҳоям. дар олам ҳеҷ кас надорам. ва дар охир гуфтани онам ки бигзор бо ин ҳама ҷабру ҷафояш худованд он дӯсти маро ва бадтарин рӯзи мусибат ба вазминтарин ҷазои олам гирифтор насозад. зеро танҳо худованд шоҳиди саргузашти мост. бале, оли ҷаноб, он шахсе ки азиз аз ӯ ҷафо дидааст, он манам. ман дӯсте ҳастам ки натавонистам ба дарди рафиқи худ дармон бахшам. аммо дар ҷавоб ба азизҷон мегӯям ки маҳз бо шарофати ӯ ва бо ризогии худованди таоло ман ба ин мартаба расидам ва тамоми хушиҳои зиндагиро дида дар дарёи орзуҳоям ғарқи шодӣ гаштам. таи ин 2 сол зиндагӣ маро маҷбур сохт ва дӯсти ҷониямро аз ёд дур кунам. зеро ман дар азоби зиндагӣ пойбанд будам ва шукри худо ҳамааш бо пайи қадами азиза ба розигии ҳақ таоло ба хубӣ анҷом ёфт. аммо ман туро аз хотирам фаромӯш накардаам. дӯстам, ман фикр мекардам ки ту ҳамон азизе ки маро дастгирӣ мекардӣ ва хории зиндагиро ҳеҷ намекашидӣ. ман туро хело ҷустам ва дар охир туро пайдо намудам. вале ман натавонистам ва шарм доштам ки бо ту рӯбарӯ шавам. азизҷон, вақте ки ман ба ҷустуҷӯи ту рафтам, танҳо ҷои коратро пайдо кардам ва ба хуҷаинат каме маблағ додам то ба ту расонад ва аз ӯ хоҳиш кардам ки дар бораи ман чизе нагӯяд. зеро агар медонистӣ маблағро ман додам, ту онро қабул намекардӣ. сипас ман баъди чанд рӯз суроғаи туро ҷӯён шудам, аммо дар он ҷо танҳо падари туро ва фаҳмидам ки модарат аз олам гузаштааст. аммо ҳангоме ки
تو دری مرا کشادی، عزیزه را دیدی، از سخن گفتن ماندی. من گمان کردم که عشق پیشینه تو کمی هم باشد جوش زد و نخواستم که تو به خانه من به این مرام درایی. این بهانه شده نمیتواند. من عزیزه را همیشه مثل خواهرم دوست می داشتم. دوستم، حتی اگر من تو را قبول هم می کردم، درد و کلفتی تو باز هم زیادتر می شد و من نخواستم تو را دوباره رنجانم. کیای عزیزای پسر من مانش که درویه. نه امک جان، خواطر نشوید، همش خوب می شود. زیرا نقشه هایم را عملی کردن می خواستم. آیا یاد داری؟ هنگامی مادرم بیمار بود، تو با من پول دادی تا مادرم را در بیمارخانه بخوابانم. وقتا که لباس نداشتم با من لباسهای خود را میدادی و در آخر عشق خود را برایم هدیه کردی. وقتی که تو در سر کوچه خسته و خزان میگشتی، جوانی نزد تو آمد و به تو جزدانی داد. این همان شخصی است که با مبلغ داده تو خوانده حقوق شناس شد و پدری تو را از محبس آزاد کرد. امک جان، بیگناهی شما اثبات شد. می توانید به نزد زن و فرزندانتان روید. شما آزادید. تشکر. خدا برکت دهد. اما بعد به نزد تو مادری آمد که سری تو را روی زانو گرفته با تو از صدق مادری آب نشاند و از قهر دل غمزده تو پرسان شد. عذابهای تو را شنیده با تو پند زندگی آموخت. مادری که تو را از من بیشتر دوست می داشت و در آرزوی دیداری تو بود و این گلروسه که عین حال در رو بروی تو قرار دارد، این خواهری من است. این بهای آن بود که تو عشق خود را با من عطا کردی. عزیز جان، مرا ببخش. عزیز برادرم، تو امروز تنها نیستی. در خرسندی تو اهل و عائله تو نیز اشتراک دارند.
مبارک شود پسر جان، مبارک شود. تشکر پسر جان، تشکر. زنده باشی برادر عزیز. پسرم، من تو رو بسیار یاد کردم. اکنون من فهمیدم که پسری من در حقیقت راست میگوید. بچه جان، تو سزاواری این جهان هستی. من رو ببخش آتا جان. خدا برکت دهد. سلامت باشی. سلامت باشی. دوستم، در دل تو نسبتم چی بودن رو نمیدونم، اما قلبم با من میگوید که تو عزیزی زندگی هستی. تو عزیزی زندگی من هستی. و اکنون امروز من به تو عزیزی زندگی را هدیه میکنم. سلامت باشید، خوشبخت باشید. ما هیچ، زمانه هیچ، دنیا همه هیچ. ای هیچ، زی بحری هیچ بر هیچ مپیچ. دانی که زی آدمی چی میماند و بس. مهر است و محبت است، باقی همه هیچ. مرا قسمت چون اینه، سرنوشتی من همینه. چی کنم زی کلفت و غم، من در روی زمینه. مرا قسمت چون اینه، سرنوشتی من همینه. چی کنم زی کلفت و غم، من در روی زمینه. نمیخواهم این زمان، نمیخواهم این جهان. با خدا دلگیرمه من در این عمری روان. ای عزیزی زندگی، ای عزیزی زندگی.